برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 8 نوامبر با جمع همکارانم این موضوعها را به بررسی گرفته‌ایم. منبع تاجیکان و ایرانی ها به کشورهای همدیگر به ویزا سفر میکنند. سازشنامه در این باره امروز در دوشنبه به امضا رسید. مقامات روسیه عملیات نیلیگال 2023 را نتیجه گیری کرده میگویند تفتیش ها به طور دائمی ادامه خواهند یافت. برای معین کردن شخصانی که از ثبت ایزی انگشت و عکس برداری سرکشی میکنند چاره‌های علاوه‌ای طلب کرده میشوند. و همسر خبرنگار بازداشت شده رادیوی آزادی در روسیه او را زندانی سیاسی نامیده میخواهد هرچی زودتر رهایش کنند. دختران تشنه آغوش مادرند. من میخواهم که همسرم برگردد. او باید آزاد شود. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به دوشنبه آمد و با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. حاصل اساسی این دیدار از بین بردن نظام روادید یا ویزا میان تاجیکستان و ایران است. تاکنون شهروندان دو کشور برای سفر و گرفتن ویزا هفته ها منتظر میماندند. افزایش تماس‌ها بین دو کشور و سازگاری نظام رفت آمد برای گسترش همکاری‌ها در ساحه سیاحی شرایط مشابهی توسعه شدند. ما امروز سند مهمی را عاید لغو روادید بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و هم برای رشد منبع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم می‌کند. همچنین در این ملاقات رهبران تاجیکستان و ایران 19 سند و یادداشت‌های تفاهم از جمله درباره حمل و نقل، منطقه آزاد اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر را امضا کردند. مناسبت دوشنبه و تهران در سال 2015 به پایین‌ترین سطح رسیده بود. مقامات تاجیکستان ایران را برای پشتیبانی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار می‌کردند. رسانه‌های ایرانی در نوبت خود مقامات تاجیک را بر بودن میلیون ها دلار بابک زنجانی که در ایران به حبس یک عمر محکوم شده است متهم نموده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است. مقامات حفظی حقوق روسیه میگویند در پی عملیات نیلیگال 2023 از حدود این کشور هزارها مهاجر را اخراج کردند. تفتیشات در مناطق گوناگون این کشور که تابستان و تیرما دایر شد بیش از 400 نفر را آشکار کرده است که در پیگرد بودند. در عین زمان وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار پرزور نمودن نظارت برای دادن شناسنامه روسی شده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمد وفا رحمتزاده. مقامات روسیه از عملیات نیلیگال 2023 نتیجه گیری کردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی این کشور در دو مرحله تفتیش که ماه‌های ایون و اکتبر امسال صورت گرفتند، مقامات قدرتی حدود 100,000 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار نمودند. در پی آن تقریباً 15,000 مهاجر اخراج کرده شده است. با گفته مقامات این ریدها و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی به طور دائمی ادامه خواهند یافت. همین طور در نوسیبیسک پلیس نفرانی را بازداشت نمود که به مهاجرت غیرقانونی هموطنانشان در روسیه مساعدت می‌کردند. تلگرام کانال های سازمان های ملتگرا همچنان از مقامات محلی دعوت می‌کنند که علیه مهاجران چاره اندیشند. از جمله سازمانی به اصطلاح جامعه روس‌ها مکان کار و زندگی مهاجران را در شهر رامینسکی ولایت مسکو معین نمودند که به گفته آنها غیر قانونی به تجارت مشغول بودند. به قول اعضای این سازمان، پس از آنکه تمام معلومات به مقامات محلی رسانیده شد، مسئولین مجبور گردیدند که دست به کار شوند. در مجموع در 9 ماه سال جاری در این شهر برای نقض قاعده های مهاجرت بیش از 3,000 پروتکل مأموری ترتیب یافته حدود 1,300 شهروند خارجی از روسیه دیپورت گردیدند. در همین حال وزیر کارهای داخلی روسیه خواستار اخراج مهاجران شد که به امنیت جامعه تهدید میکنند. و گفته ولادیمیر کالاکالتسف باید قاعده های دادن اجازت اقامت موقتی شدیدتر شود.
شخصانی که به امنیت جمعیتی تهدید میکنند باید بیچون و چرا از قلمروی کشور خارج و مقام حقوقی آنها بیکار گردد. هنگام قبول شهروندان خارجی به شهروندی روسیه اینچنین ضمن دادن اجازت اقامت موقتی تغییرات در معلومات نامناسب و موجودیت منع ورود به روسیه باید نظارت پرزور کرده شود. برای معین کردن شخصانی که از ثبت ایزی انگشت و عکس برداری سرکشی میکنند چاره‌های علاوه‌ای طلب کرده میشوند. در این کار باید همه شعبه‌های میلیشیا اشتراک کنند. قرار است به زودی در فرودگاه‌های مسکو گرفتن ایزی انگشت و عکس برداری مهاجران به راه مانده شود. چون این نوآوری از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه می‌آیند پیشگیری خواهد کرد. فعلا شهروندان خارجی که وارد روسیه می‌شوند در دوام 1 ماه از روز ورود یا هنگام درخواست پتنت ایزی انگشت سپاریده عکس برداری می‌شوند. با وجود آنکه مقامات روسیه عملیات نیلگال را یک وسیله مبارزه با مهاجرت غیرقانونی مینامند، برخورد بیرحمانه پلیس با مهاجران، تبلیغ و تشویق، ریشه‌ستانی و افزایش فشار به مهاجران یک راه جلب آنها به جنگ اوکراین دانسته می شود. اخیراً یکی از رسانه‌های روسیه حجت را نشر کرد که بر پایه آنها جلب مهاجران به این جنگ یکی از دستورهای اساسی و آنها شامل قشر آسیب پذیر بودند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. شوهر خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی آلسو قرماشووا که روزی 18 اکتبر در روسیه به حبس گرفته شد، همسرش را یک زندانی سیاسی مینامد. پاول بوتورین دارای شهروندی آمریکا بوده، در وظیفه رئیس تلویزیونی نستایشی وریمیا کار میکند. این رسانه را رادیو آزادی و صدای آمریکا سازمان دادند. همکارم خیرمان بقازادم در این باره گزارش میدهد. این اولین مصاحبه پاول بوتورین بعد در روسیه بازداشت شدن همسرش آلسو قرماشووا است. آلسو و پاول از خبرنگاران سابقه‌دار رادیوی آزادی هستند، ولی اولین بار است که اسم آنها به خبرها راه یافت. آلسو باید برگردد. دختران تشنه آغوش مادرند. من میخواهم که همسرم برگردد. او باید آزاد شود. سال 2016 آلسو در زادگاهش تاتارستان با دخترانش آب میکشد. او 25 سال است در بخش تاتار و باشقرد رادیوی آزادی کار میکند و شناسنامه‌های روسیه و آمریکا را دارد. ماه می او برای عیادت مادر بیمارش به قزان رفت. مقامات هر دو شناسنامه او را برای گزارش ندادن درباره شهروندی آمریکاییش گرفتند. مقامات این قضیه بسیار مسخره آمیز را 5 ماه کشیده در آخر یک جریمه خرد تعیین کردند. وقتی قضیه به آخر می رسید و او انتظار بازگردان شناسنامه و بازگشتش بود، مردان نقاب پوش در خانه‌اش را کوفته او را با خود بردند. از همان زمان در بازداشت است. آلسو به خاطر اینکه ژورنالیست و یک شهروند آمریکایی است، یک محبوس سیاسی می باشد. با قرماشووا حالا اتهام سنگینی دیگری هم تهدید می کند. او نخواست خود را چون اگنت خارجی ثبت نام کند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. تجربه اگنت خارجی نامیدن ژورنالیستان و رسانه ها در روسیه چون وسیله سرکوب آزادی بیان بسیار محکوم شده است. به آلسو حالا باز میخواهند اتهام سنگین‌تری بار کنند که او هم نخواست چون اگنت خارجی ثبت نام شود و معلومات هم جمع میکرد. مگر این طبیعت اساسی کار ژورنالیستی نیست؟ در روسیه یک ژورنالیست دیگری آمریکایی هم حالا در بازداشت است. ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال را ماه مارت در جاسوسی گمانبر دانستند. بازداشت او هم مثل قرماشووا مورد محکومیت جدی شد. It has a chilling effect
این همه با کار ژورنالیستان خارجی به خصوص ژورنالیستان غربی که تلاش دارند جامعه بین المللی و مردم رو درباره جنگی که روسیه پیش میبرد با خبر سازند تاثیر منفی میرساند. پاول بوتورین باید کارش را ادامه دهد و همه فشار روانی را هم تحمل کند. او رئیس تلویزیون نسته شوریم است که در همکاری مشترک رادیوی آزادی و صدای آمریکا به زبان روسی برنامه‌ها تهیه می‌کند. قرمشوه بیشتر در ساحه رشد زبان و فرهنگ تاتاری کار می‌کرد. از زمان حبسش با خویشاوندانش هیچ تماسی ندارد. فرزندان ما در روحیه آزاد کلان می شوند. برای کودک امریکایی که در روحیه آزادی فردی، آزادی بیان و سخن بزرگ می شود، درک اینکه مادر ژورنالیستشان تنها برای یک حرف یا نشر مطلب به اتاق سرد زندان انداخته شده است، بسیار سخت است. دادگاه در قزان روز 23 اکتبر قرار کرد قرمشوه را تا 5 دکبر در بازداشت نگاه دارد. کرملین همه گونه دخالتش در این قضیه را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که این باز یک مورد دیگری از جانب حکومت روسیه آزار دیدن شهروند آمریکا می باشد. تا حال به کنسولگری آمریکا اجازه دیدار با قرمشوه داده نشده است. گزارش خیرامون بخوزاده بود. ضمناً رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز در یک مرکه مطبوعاتی از خبرنگارش السو قرمشوه که از طرف مقامات روسیه به حبس گرفته شده است حمایت کرد. اگر برای شما نیز دوستان مهربان آزادی سخن مهم است و لطف کرده و هشتگ فری السو و آزادی به السو را در صفحه خود بازنشر کنید منتظر می‌شویم. برنامه را ادامه می‌دهم. بینندگان عزیز، هفته گذشته ما درباره یک توی در قرقیزستان گزارش داده بودیم که در آن مرد برای 2 همسرش جشنواره آورسته بود. این حادثه چی در قرقیزستان و چی در بین کاربران سامانه رادیو آزادی سر و صدای زیاد به بار آورد. همکارانمان در تاجیکستان تصمیم گرفتند که از چند رهگذر بپرسند که درباره بسیارزنی چی عقیده دارند. دستش پر است اگر بیره بعد بگیره و در تج راه پارت یا سوی بسیار فرمان شوان بعد چیه قدر عذاب میکنه مردم هست دو زن است یک کو خیلی شرایط ندارن نگیرن زناشون هم در عذاب گلکاشون در عذاب هم ممکنه به تقاجه ممکن نیست من دایی برای چی کسا نمیتونم برای چی؟ زندگی نمیدونم بستش نه نمیتونم نه سیورزنه نفس هایده که کتا اومد تود باوله سیگا من تری با یکی او سر کار را ندارم و نمیدونم که شکل فویده های زلالای شخص دادم زنگه بودن هر روز جنگ و جنجال زندگی خوب نیست این از زنگه بهتر نزد هر دو زندگی قیم ترکه اخی همین وقتا خیلی وای باید خانه در کرای گداکش اصلا کردن در کرای خیلی دوتا بگیری اگر چی قوتت برسه بگی نباشه سرگردن نکن نه در کن نیست و خبر دیگر هم داریم. همسران 10 مردی که به جنگ روسیه ضد اوکراین سفربر شدند با طلب برگردانیدن شوهران خود در شهر مسکو همایش اعتراضی تشکیل کردند. بنا به اطلاع نشریه واژنی نووستی تقریبا 30 نفر از نزدیکان آنهایی که به جنگ فرستاده شدند در میدان تئاترال شهرگردی هم آمده جای وسکونی نظامیان را طلب کردند. همایش اعتراضی در کنار تظاهرات کمونیستان که 106 سالگی انقلاب اکتبر را تجلیل می‌کردند برگزار شد. شکل کامل خبر را می‌توانید در وبسایت ما پیدا کنید. دوستان عزیز، با همین مطلب برنامه امروزی اخبار آزادی را خلاصه می‌کنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را چون همیشه می‌توانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک تاک و ادنا کلاسنیکی در خدمت شماست. شما را فردا انتظار خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.